مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و سالم و سرحال باشید. امروز در برنامه پشت پرده براتون یک برنامه جنجالی و پر از حاشیه این چیزا. البته میدونم که شما اصلا حاشیه اینا رو دوست ندارید، اما میخوام در این ویدیو قشنگ خانم سحر قریشی رو اینا بذاریم کنار. البته قبلش هم من یه لیوان شیرموز خوردم، خرما هم خوردم، من یه ذره شیرم گذاشتم اینجا، یه شیر دیگه هم بیارم بریزم. به هر حال توی این ویدیو ما نیاز به کمر سفت داریم و اینا که قشنگ بتونیم توی این ویدیو جوابیه سنگین بدیم به امثال سحر قریشی که دیگه بار آخرشون باشه بخوام بیان یه جوابیه اومدن رفته یه ویدیو منتشر کرده توی یوتیوبش رو 40 50 دقیقه دیگه که مونده واسه ما فوش خار مادر بده. بله شیری هم بزنم و بعدش هم به جای شه که بذارید بزنم توی ویدیوش بفهمید سلامتی هفت جد و آبادتون. حتی خب این شیر و اینا خورما هم قبلش زده بودم کمر صفش و اینا، یه دونه انرژیزا هم آوردم که کم آوردم اینو هم بزن. به حال ما بچهای جنوب و اینا دیگه معروفیم به این چیزا، بزنم اینور تو کات نباشه. اما این خانم سحر قریشی توی ویدیوش اومد گفت نمیدونم امین فردین دروغ میگه و شروور میگه، من واقعی کلمه همچین چیزایی داشت میگفت دیگه. نمیدونم برای ویو این صحبت هست هم تعارف نداریم که خیلی شیک و مجلسی میخوایم براتون یه جوابیه بدیم که درس عبرتی بشه برای سایر برابچ و سایر رفت. البته خانم سحر قریشی من چند روز پیشم براش استوری گذاشته بودم، گفته بودم که اگر دوست داشتید میتونید بیاد یه جوابیه به ما بدید و حالا دارم نگاه میکنم ببینم اسکرین شاتشو برای شما پیدا میکنم یا نه و استوری گذاشتم و گفتم که بفرمایید بیاد جوابیه بدید. بعد گفتش که از مخاطبش البته پرسید که به نظرتون من برم جوابیه بدم یا ندم و اینا. این استوریشه و من یه سوالی پرسیده بودم این متن بنفشه جوابیه خانم قریشی هستش، گفته که اگر بیادب نبودن باهاشون مصاحبه میکردم و گذاشته. حالا کار داریم با این جمله که ایشون گذاشته، اما بریم بچسبیم به ویدیوشون و اینکه ماشاءالله اول ویدیو رو دیگه دوستان سوراخ هم پیدا کردن دیگه، شروع میکنن حمله کردن و اینا. ببینیم چی گفت. جواب ریز بدیم و کامرا هم صفر کنیم برای ادامه ویدیو. ببینید. آقا میخوام امروز برنامه رو، یعنی برنامه که نه ولی میخوام امروز ویدیومون رو با این موضوع شروع بکنم که چرا خداوکیلی، چرا، برای چی، یعنی این پول و این درآمد و این داستانای یوتیوب اینقدر ارزش داره که شما میان یک رسانه ای رو زحمتش رو میکشین، درست میکنید، فحشش رو میخورید، بی پولیش رو به قول اصطلاح خودمون خاک صحنه رو میخورید، داستان و این حرفا. بعد خبرنگار خیلی خوبی هم بودین در زمان خودش. خب تا اینجاش که تعریف بود و اینا، دمتون گرم. خب بعد یهو میان یه سری از شما در نکن، تشکر میکنم ازتون. خب اراجیفو به مردم میگی و میگی ما اینجاش دیگه اراجیف. خب رسانه ما رسانه راستیه و ما نمیدونم مردم میخوان حقیقت رو بدونن. رسانه ما رسانه حقیقت. کدوم حقیقت؟ تا الان که در مورد من سحر قریشی فقط اراجیف گفتی. یعنی باید همین ریاکتو براتون نشون بدم. ولی شیت گوی تا الان اراجیف گفتم. مثلا من اومدم گفتم شما با مهدی طارمی بودی، با فک و فامیل یوسف تیموری بودی، نمیدونم 50,000 تا تیغیدش که اومدی یه جوابیه دادی، دهن تتلو سرویس کردی، پول ازش گرفتی. شما میگی اراجیف بوده؟ اگه میگی اراجیف بوده بله. خب بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. یعنی من اشاره خیلی مستقیم ندارم به آقای فردین، ولی غیر مستقیم میخوام بگم آقای فردین این فیلمایی که داری بازی میکنی من قبلا جلوی دوربین بازی کردم، پولش مستقیم بود یا غیر مستقیم؟ فکر کنم اگه اسم کوچیکم هم میگفت دیگه مستقیم میشد، چون فامیلمو گفته غیر مستقیم شده. خب فیلمایی که ما داریم بازی میکنیم اینا ایشون بازی کرده. خب
گرفتم و اصلا نیازی ندارم که الان بخوام فیلم بازی بکنم یا بخوام داستانی رو واسه مردم بیام بگم که طلب بخشش کنم یا مثلا طلب این کنم که آی دلتون برای من بسوزه، من خیلی حیوانکیم. نه، من یه بچه پررویم که درگیر یک آدم روانی شدم و حال روحی خوبی نداشتم بخوام توی مدت 1 سالی که درمان می‌شدم بیام حرفی بزنم و به خاطر بی‌ادبیایی که و دروغایی که این آقا پشت هم ادامه داد و فکر کرد که توی این فیلمنامه‌ای که واسه خودش طراحی کرده هم نقش اول بازیگر رو داره، هم کارگردان خوبیه، هم نویسنده خوبیه و هم داره بازیگردانی میکنه. نه عزیز دل من، همچین حرفایی نیست. من این داستانو از خودم نساختم، عین واقعیت اومدم گفتم. کمان که الان خودت هم اینو فهمیدی، حتما نباید بیا بگی من قهرم با فلانی که مردم میخوام باور کنن. نه، همه میدونن شما با هم رفیقین، همه میدونن که شما نه تنها با این آقا، با خیلی دیگه رفیقین، میاین به قول خودتون میاین در مورد حاشیه‌ها و این داستاناش حرف بزنین. که اولا اینکه بر کسی کتمان نیست، بر کسی پوشیده نیست این قضیه. ما قضیه رو کتمان نکردیم که من با تتلو رفیق بودم، با خیلی از سلبریتی ها که هنوز هم رفیقم و آمار یه سری از سلبریتی ها رو یا اصطلاحاً سلبریتی ها رو یه سری دیگه از سلبریتی ها میدن. یعنی مثلا توی مهمونی که 10 نفر آدم بودن و عین اون 10 نفر آدمایی بودن که آدمای معروف و مشهور بودن و به همدیگه اعتماد داشتن و اونجا کوک زدن و به قول خودشون تونی زدن و هزار تا کثافتکاری کردن و گروپ زدن و این صحبت‌ها، چون به همدیگه اعتماد داشتن، چون معروف بودن، خب خودشون میان خودشون رو لو میدن. این چیز پیچیده‌ای نیست. بعدش هم الان مثلا من بیام بگم با تتلو رفیق هستم یا نیستم، در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمیکنه. و من یک سری سوالات از شما کردم که دوست داشتم شما به این سوالات پاسخ بدی. حالا با این لحن اومدی گفتی که نمیدونم باش رفیق بودی، همه میدونن رفیق بودی. الان من رفیق نیستم. من آدمی ام که اگه با کسی رفاقت بکنم میگم رفاقت کردم، اگه با کسی رفاقتم تموم بکنم میگم رفاقتم تموم کردم، چون آدم برای من نون منو نمیاره بده که. بعدش مثلا با اون آدم آقا اوکی، با من نمیگم رفیق بودیم باش. چی جواب داری؟ بر فرض مثال و بر فرض محال حرف شما درست، مثلا ما به طرف رفیق، خب بقیه‌اش مثلا یه خود طرفو بیارید بالا یا گندایی که طرف میزنه مثل همین آقا رو بیاین شما لاپوشونی کنید و بپوشونید و مالایی به مالید و بگید که آی نه مقصر دیگرانن. نه آقای محترم، من امروز از همین تریبون جواب شما رو خواهم داد و اینکه بخوام با شما لایوی بذارم یا چیزی، چون بیادب و گستاخ هستیم و طی این سالهای گذشته خیلی بیادبی کردین، خیلی اکتای زشتی در رابطه با حداقل من و خیلی از همکارای من با همکارام کار ندارم، چون همکارای من 80% بی معرفتن و اینکه خودشون هم زبون دارن، همونجوری که میان خیلی کارا میکنن، بازداشت میشن میرن میان و دوباره پای حرفاشون هستن و یه سری کارا اینجوری میکنن، بچهای مردم و جوانای مردم رو میدن به قول معروف بالا درخت و این حرفا، همونجوری بیان خودشون دفاع بکنن. امروز میخوام از خودم صحبت بکنم. میگه که چون شما آدم بی‌ادبی هستی و گستاخ هستی، برای همین باهات لایو نمیذارم. اینجا هم گفتم دیگه، تو استوریش گفته که اگه بی‌ادب نبود باهاشون مصاحبه میکنم. ولک تو با سلطان بی‌ادب‌های جهان رفتی رل زدی، 6 ماه تو خونش بودی. امیر تتلو دیگه نمره 1 آدمای بی‌ادبو داره. نشستی تو خونش نون و نمکشو خوردی، به قول خودت میگفتی نمیدونم بادمجون سیب زمینی خوردم دیگه، باش بودی دیگه. با اون آدم آر نبوده، خوابیدن با اون آدم آر نبوده، رل زدن با اون آدم آر نبوده. بخوای با امین فردین لایو وزاری میشه آر. اینا میشه یک بام و دو هوا بودن، اینا میشه عدم صداقت. وگرنه چه اشکالی داره؟ مگه شما نمیگی من آدم نمیدونم شیرزنیم، آدم خفنیم، آدم بشین تو لایو ببین مگه از شما یه سوال بیادبی پرسیدم؟ 2 تا 4 تا. اگه من بیادبم و شما خیلی برات ادب و ادبیات و آدم‌های این تیپی مهمن، کل جهان میدونن که امیر تتلو آدم بیادبیه، چرا رفتی با اون آدم رل زدی؟ بقیهش از حرفایی که به اینجا یادداشت کردم نوشتم که حتما فراموش نکنم. شما میای ریاکشن میدی بابت حرفای من که آی پس چرا اینجوری پس چرا اونجوری. آقای محترم، من یک دعوت 3 روزه رو پذیرفتم به عنوان 2 تا آرتیست اشغال کنم، پارتی کنم، بگم بخندم، حال کنم. پس من اگه اومدم این حرفو زدم به خاطر برگشتن به ایران نزدم، چون من هیچ مشکلی واسه برگشتن به ایران ندارم.
اینو خدمت شما و همه بیننده ها عرض کنم که من خداش. برای برگشتن به ایران خداش. برای برگشتن به کشورم کوچکترین مشکلی ندارم. برای بازی کردن در سینما، در تلویزیون که سالهاست که مملوکارم میپردازم بهش، بعدن که دلیل مملوکارم فکر کنم توی ویدیوی دیگه بخوام در موردش صحبت بکنم. من برای بازی کردن در سینما هیچ مشکلی ندارم، حتی اسم من در لیست مملوکارایی که قبلا بود ولی الان نیست. مدت هاست سینما ایران چیه که حالا مثلا شما توش مملوکار باشین؟ از بازیگرا مملوکار شدن. عزیزانی که حالا دوستای قدیمی من بودن، محبت داشتن، بدونی که من بخوام ازشون رفتن دیدن و گفتن که اسم تو توی لیست نیست. حتما و قطعا خواهم به مشکل خورد برای ورودم به ایران، بخوام مدتی برم توضیحاتی بدم، به هر حالیشون کم پرونده تو ایران نداره، بخوام در رابطه با صحت حرفای دیگران بخوام نظری بدم یا منو بخوان بابت اینکه بیام به عنوان شاهد یا هر چیز دیگه، یعنی هر کسی دیگه، یعنی یه آدم دونپایه کوچولو هم که توی اون ویدیوها و استوریای چیز این آقا بوده 5 ماه 6 ماه پاسپورتش گرفتم و آوردنش که ببینن چه خبر بوده اونجا. کمان که خیلی دروغگوان و خیلی دروغا رو گفتن و حزب بادن و ترسوان و یا مثلا کرکتری برای خودشون نیستن و دنبال اینن که با یکی شکل بگیرن و با یکی اسم و رسم پیدا بکنن و مثلا تو ذهن رویا پردازی خودشون میخوان وفاداری به کسی ثابت بکنن. و تا همه اینا برای من رو شده و از من خواستن که توضیحاتی بدم. من گفتم هر موقع اومدم ایران اوکی، اگر با من کاری داشته باشین من حتما مزاحمتون، ولی علاقه ای به بازی در سینمای ایران رو من دیگه ندارم. یعنی تهش رو دیدم و دیگه شما دیگه با این سر شکلی که برای خودت درست کردی اینا دیگه فکر کنم تو هیچ فیلمی هم بازی ندن، هرچند حالا امیدوارم که این اتفاقاتی که از دید خودت میگی در خونه تتلو برات افتاده قطعا اگر بیای و بنویسیش فکر کنم توی نتفلیکس جای مختلف با این حجم از تخیل یه رتبه خواهد آورد. خب وفاداری که به من ثابت نشد از سمت سینما و از این بازیایی که تا حالا کردم و زحمتی که کشیدم به اون چیزی که میخواستم بتونم بگم واقعا نرسیدم در سینمای ایران. حالا بنا به هر دلیلی، حالا نمیخوام اونو تو برنامه‌های بعدی میتونم در رابطه با این اتفاقا صحبت بکنم، مسائل سینمایی. خب امروز میخوام در مورد این صحبت کنم که آقای میگن ولی اسم میبرم مستقیم که بدونی که کاملا با خود پشت پرده کدوم من جلوی پرده وایسادم ببینم که چه خبره. میخوای با من بری تو کلکل و دعوا باشه مشکلی نداره، میخوای با من پیمان رفاقت ببندی اوکی مشکل نداره، من همه راهها رو برای شما باز میذارم. با این که یکم کسر لاتیه چون شما آدم گستاخ و بی‌تربیتی هستی. گفتم توی استوری که گذاشتم گفتم اگر شما تو رو خدا افت کلاس برات داره، بعد افت کلاس برات داره 51 دقیقه راجع به من صحبت کردی. من نمیفهمم اگه کسر لاتیه شما اصلا بعد دایورت میکردی رو در و دیوار و تخم‌مرغای روی یخچال. حالا بعد در بودین قطعا من با شما صحبت میکردم چون شما رسانه‌ای هستی که خیلی به مسائل پایین‌تنه آدمو توجه میکنی. اصلا ما تخصصمون همینه، ما تخصصمون پایین رو اصلا ما بالا و پایین نمیشناسیم، ما تخصصمون اینه پایین رو برسیم بالا رو برسیم. البته اینایی که من دارم بهتون میگم حالا شاید یه مقداری بیادبی باشه یا خیلی ها فکر بکنن که ما اینقدر آدمایی هستیم که علاف و بیکاریم و فقط بالا و پایین آدم ها برامون مهمه. نه واقعا اینطوری نیست. من شخصا اگر گاهی وقتا میزنمش تو بیادبی، گاهی وقتا میزنمش حالا به شوخی و طنز و اینها، به خاطر اینکه یه جای پای ناموسم وسط. خواهر مردم، زن مردم، ناموس من هم میشه. وقتی میام علنی میگم آقا تهیه کننده توی سینمای ایران برای اینکه بخواد به یه شخصی بازی بده، برای اینکه بخواد یه شخصی توی فیلم سینمایش بازی بده و معروفش بکنه، دعوتش میکنه توی اتاقش و اونجا بهش پیشنهاد بی‌شرمانه میده و تا دلتونم بخواد راجع به این قضیه صحبت شده. کمپین خود بازیگرا گذاشتن، همسنفای خودت گذاشتن. عباس پشمک و عباس باتریسا و سکین سبزی فروش نیومدن بگن، مردم بورکینافاسو و جای دیگه هم اینو نیومدن بگن، خود بازیگرا اصلا کمپین امضا کردن، گفتن که توی سینما ایران فسادهای اخلاقی وجود داره. ولی چون تا قبل از این قضیه براشون یه تابو بود، اصلا زشت میدونستن این قضیه رو، نمیومدن راجع بهش صحبت بکنن. من علنی اومدم گفتم آقا تو سینما ایران ترتیب همدیگه رو میدن بهشون نقش بدن. شاید در جلوی پرده این قضیه مقدار بی‌ادبی بیاد، شاید جلوی پرده این قضیه مقداری بی‌تربیتی بیاد، بگن ای چقدر طرف بی‌تربیته، اما خواهشاً پشت سنگر کلمه ادب وای نسید
و اجازه بدید یه عده آدم‌ها از قدرت و پولشون استفاده بکنن که دست درازی بکنن به ناموس مردم. بذار من فوششو بخورم. چه راست میگی؟ تسریلاتیه براتون بخواد راجع به این قضایا صحبت بکنید. راست میگید. تسریلاتی اگر من بیام بگم تو سینما ایران بکن وجود داره، اینقدر سریع و شفاف. برای شما تسریلاتی داره، اما اگه مرام لاتی رو بدونی و 4 تا فیلم هم دیده باشی، میدونی مرام لاتی یعنی چی؟ یعنی اینکه اجازه ندی که دست رو ناموست بلند بکنن. برای شما با تتلو اصلا صحبت نمی کنم، به خاطر اینکه این آدم دست رو ناموس مردم بلند کرد. خودتو گفتی، من قبول کردم، چون امثال تو و کسای دیگه که به عنوان نیو فیس رفتن تو خونه اون آدم و اعتراف کردن که این اتفاق افتاده، ما به این نتیجه رسیدیم که 1 نفر دروغ میگه، 2 نفر دروغ میگه، 3 نفر شاید دروغ بگه، اما 4مین نفر که دروغ نمیگه. پس نتیجتا من ارتباطمو قطع کردم. و اگر من تو خونه تتلو بودم و میدیدم تتلو داره دست روی دختری بلند میکنه، قطعا همونجا میزدم تو گوشش. یه بابای خودم هم بود همین کارو میکردم. من حقیقت بر نمیتابم که کسی جلوی من دست رو ناموس کسی بلند بکنه. قطعا اونجا یه برخورد دیگه ای باش میکردم. اگه برای شما این قضایا کسرلاتیه، اگر برای شما این حرفا بی ادبیه، اگر شما فکر میکنید که من میگم تو سینمای ایران قشنگ بکنه، حرف شما درست. من در نقاب طنز، در نقاب حالا بعضی وقتا بی‌ادبی و بی‌تربیتی تارگت هایی رو میزنم که دقیقاً اصل تارگت همونه، اصل موضوع همونه. مردم که نمیتونن واقعیت رو کتمان بکنن، خود مردم آگاه ترن. اگر مردم آگاه نبودن اینقدر رسانه من مخاطب نداشت. دست تک تکشون رو میبوسم و دم اونایی که رسانه پشت پرده رو دنبال میکنن گرم. خیلی مخلصیم. به من معروفیت دادید، اعتبار دادید، ارتباط دادید، کانکشن دادید، اعتماد دادید. پس اون همه مخاطبی که من دارم، اونا چی میشن؟ برای اون همه آدم کسر لاتی نیست منو دنبال بکنن. برای شما کسر لاتی اشکال نداره. بقیه صحبتاتون رو بشنوید. دنبال پایین تنه آدمای مشهور هستی، خیلی دنبال این کسی کی با کی خوابید، کی با کی پاشد، کی کجا رفت. خب هر کسی از یه جایی پول در میاره، یکی از مغزش در میاره، یکی از زور بازوش در میاره. شما هم از پایین تنه مردم دنبال داستان میگردی و دروغا و اراجیفی که بهت میرسونن و خودت هم روش میذاری و میگی، میای پول در میاری. خب این نشانه از ناآگاهی شماست خانم قریشی، به خاطر اینکه سبک خبرنگاری پاپاراتزی یه سبک مرسوم در همه جای دنیاست و به هر حال این سبک خبرنگاری راجع به همه موضوعات را صحبت میشه. اگر یه مقداری مجلات خارجی، اگر یه مقداری مستندهای خارجی و اگر خبرنگارای پاپاراتزی سایر کشورها رو شما دنبال بکنید، متوجه خواهید شد که این یک امر مرسوم در همه جای دنیا. من نمیدونم چرا وقتی حرف از تکنولوژی میشه، حرف از رفاه میشه، فوش میدیم به آخوندها، میگیم نگاه کن ببین آلمان بنز درست کرده، نگاه کن ببین آلمان BMW درست کرده. چرا ما تو ایران پراید آشغالی درست میکنیم؟ موقعی که اون صحبت ها میشه ما خودمون رو با کشور جهان اول مقایسه میکنیم، اما موقعی که این اتفاقات میفته خودمون رو پشت سنگر آبروی مومن قایم میکنیم، خودمون رو پشت این حرفای خوشگل پوپولیستی مردم پسند قایم میکنیم. الان شما حرفای پاپولیستی مردم پسند زده بودی، هم میگن دمت گرم، خوب شروع شستی گذاشتی کنار، خوب طرف گذاشتی نمیدونم سر جاش. اما این یه سبکه. یه مقداری اگر مطالعه خودتو بالا ببری این قضیه رو بهش میرسی. خب بقیه‌اش من اینجا میخوام بهت بگم آقای محترم، یه سری حرفا زدی، گفتی که پس اگر همچین چیزی بوده که محاله که شما این کتک‌ها رو خوردی و این شکنجه ها رو شدی، گفتی که چرا شکایت نکردی؟ چرا وقتی از اون خونه فرار کردی شکایت نکردی؟ چرا اصلا از اون خونه فرار نکردی؟ پس سرایی که تو اونجا بودن همه آدمای بی‌ناموسی بودن. قطعاً که همینطوره. یعنی حتما که همینطوره، مگر اینکه عکسش ثابت بشه، مگر اینکه شما از رسانت، مگه نمیگی من با همه رفیقم؟ من با هیچ کدومشون رفیق نیستم.
با همشون رفیقی، من با هیچ ارتباط نیستم. شما با همه در ارتباطی، بیا تلفن کن تو برنامه‌ت، ولی بدون هماهنگی قبلی. تلفن کن تو برنامه‌ت باهاشون، بیا ازشون بخواه، بگو آقا اصلا هماهنگی کن، بگو فلانی شما مگه اونجا نبود تایمی که سحر قریشی اونجا شکنجه میشد؟ اونم قطعا میگه بله من اونجا بودم، چون شواهد مشخصه که اونجا بوده، نمیتونه دروغ بگه. بگو آیا صحت داره همچین چیزی یا نه. من همین الان جلوی شما زنگ میزنم به آقای علی صلاحپور، مدیر برنامه تتلو. تا الان هم باشیش هماهنگی نکردم، خود سر شده و اصلا حالا نمیدونم هنوز مدیر برنامه‌اش هست یا نه. میذارم روی پخش و بهش زنگ میزنم، امیدوارم که جواب بده. علی جان سلام. سلام، چطوری؟ خوابی یا بیدار؟ من خوابم بیدار. یه سوال فنی ازت دارم، صداتم روی پخشه. این سحر قریشی واقعا تو خونه تتلو شکنجه میشد؟ بعدا ما هم مفصل صحبت میکنیم. نه آره یا نه، یه بلا و خیر به من بگو دیگه. مثلا شکنجهش میکردن اونجا؟ میگم بعدا ما هم صحبت کنیم، همین فردین دیگه. آقا یه بلا و خیر به من بگو دیگه. من چیزی ندیدم داشت. پس شکنجه نمیشد؟ من نمیگم میشد نمیگم نمیشد، چون من چیزی ندیدم. چون ندیدی، چون خودش مصاحبه کرده بود گفته بود که دیدم مصاحبهش خورده پیش دیدم. من نمیدونم دلیلش چیه، ولی خب بهش اونجا میگه که زنگ بزن از یکی بپرس. تو چرا من زنگ میزنی؟ چون من تو خونه زندگی نمیکردم که. ولی خب آخه یه جوری صحبت میکرد، میگفت زنگ بزنه یکی بپرس، انگار مثلا نمیدونم اونجا زندان گوانتانامو بوده، همچین چیزی بوده اونجا شما که میگفتین. نه اونجوری هم نیست. خب بهتره، چون منم یه سری حرفا دارم. خب درسته که باید بزنم، باید حرف بزنم دیگه. خب یه سری چیزا هست که باید خب حقیقت گفته بشه دیگه. جوری نیست که هر چی دوست داره بگه. درسته؟ الان میتونی بگی یه چیزی کوتاه شو، من اوکی ام. الان نمیتونم، بذار من فکر کنم یه چیزی که من اصلا دوست دارم حاشیه برم، خودت هم میدونی. بله 100% درسته. فیلم قبلش هم یه سری چیزا گفت، من به غیر از احترام چیز دیگه براش نداشتم برای این خانم، ولی خب یه سری چیزاش واقعا میگفت من اصلا پولی نگرفتم و اونجا نمیدونم هر لحظه آماده فرار بودم، 24 ساعت در حال کتک خوردن بودم. به حال شما اونجا بودی، ایشون 24 ساعت در حال کتک خوردن بود. بعد میگفت منو به زور تتو میکردن. اینم راسته؟ به زور تتوش میکردن اونجا مثلا؟ همین جان گوش کن عزیزم، من تو خونه نبودم، زندگی نمیکردم، ولی خب مشکل داشتم، با هم دعوا میکردن. من دعواش رو ندیدم، من ندیدم که اون اینو بزنه ایشون، ولی خب دعوا میکردم با هم. ولی الان یاد بگی که من تو خونه زندانی بودم، اون یه خورده من باورم نمیشه، چون ایشون بارها بیرون رفت برگشت، رفتن برمیگشتن. در ضمن خب ایشون 3 روز 4 روز اومد، اولش خونه امیر بود، بعد رفت ایران. خب برای چی دوباره برگشت خونه امیر؟ یه سری چیزا هست که من فکر نمی کنم مثلا باور کردنش هم برای مردم سخت باشه. خب با هم دعوا میکردن، آره مشکل داشتن با هم دیگه. امیرم سحر رو خیلی دوست داشت و من فکر میکردم سحر خانم هم امیر رو خیلی دوست داره، ولی خب الان این حرف و حدیث هم خب با اسپانش خود امیر اصلا چیزی نگفته بود دربارش. ایشون اومد گفت که من توی شرایط انسانی تتو نزدم، ولی خب در هر صورت من نمیدونم الان. آخه میگفت نمیدونم من به زور اونجا نشوندم منو به زور تتو بزنم، به زور نمیدونم میگفتن مگه امیر تو خونش به زور دیگران رو میشونه تتو بزنن؟ آخه تو یه سوالایی از من پرسی. اولا وقتی خانومی تو اون خونه است که امیر به عنوان عشقشون اون خونه نگه، هیچ مردی نمیره تو اون خونه. خب به هیچ عنوان، یا اگرم بره اون خانمو نمیبینی تو شما. خب چون امیر خب یه سری کسی که برای خودشه هیچ مردی نمیبینه، حداقلش اینه که من نمیبینم. خب درست. و نمیدونم به زور بیاره بشونه، ولی خب فکر نمی‌کنم مگه میشه الان یکی رو به زور آورد. حالا شاید اون طرحی که امیر دوست داره بگه اینو بزن، ولی خب من فکر نمی‌کنم بیاره به زور بشونه اونجا بگه که، میگم بازم دارم میگم من ندیدم، فکر نمی‌کنم بیاره به زور بشونه اونجا بگه تتو بزن.
درست. علی جون دست در نکنه. من به هر حال بدون مقدمه و بدون هماهنگی بهت زنگ زدم. دمت هم گرم توضیح دادی. ایشالا هر موقعی که فرصت داشتی بگو، من مفصل با هم دیگه صحبت میکنیم و راجع به این قضايا توضیح بده و مرسی فرصت در اختیارمون گذاشتی. فراد شاه مرسی. ولی خب امین جان خودت هم میدونی من اصلا علاقه ندارم تو این حاشیه‌ها وارد میدونم اصلا همیشه سیستمت یه جوریه که اینوری نیستی، ولی دمت گرم. مرسی. چاکریم. ولی ازت خواهش میکنم که من اصلا به هیچ عنوان داخل این ماجرا نکن، چشم. چون کاری هم که اصلا نباید. میدونم. دمت گرم. دست در نکن. مرسی. قربونت. خداحافظ. صحبت علی صلاحپور بود. به نظر من منطقی بود. خود مردم آگاهن، خود مردم بهترین قاضی‌ان. قطعا بعد از این تماس هم با من تماس دوباره خواهد گرفت و حالا میپرسه چی بود، داستان چی بود اینا. ولی خب حالا بشنویم این از جواب شما که میگه همه با همه رفیقیم. بفرمایید بقیه‌اش. اگر این آدم هر کدومشون تلفن کنی بهشون اینا بیان بگن نه هم چیزی صحت نداره، اصلا ما ندیدیم و نشیدیم و نمیدونیم، چون این درسی که من تو ویدیوهای قبلیم دادم و هیچکی هم ندیده و نمیدونه و نشیده و اطلاعی ندارد، که به خاطر که حرفی نداره بگی که بخواد ریاکشن نشون بده، دوره فکر میکنه چه دروغی بسازه و چه داستانی درست کنه با اون حجم شکایت. هر کدومشون بیان از این دوستانی که بهشون زنگ میزنیم بیان بگن نه و فلان و این داستانا، چون از من تو ویدیوهای قبلی یاد گرفتن. من اعلام میکنم، نه من، کل این تیم دخترانی که الان به من پیوستن و من تمام قد پشتشون خواهم وایساد، شکایت میکنیم ازشون. بفرمایید شکایت. چون یه سری آدم به اصطلاح ما راکوردی تو اون خونه وجود داشتن که نه فقط من، خانم این ایکس، خانم ایکس رو دیدن و میدونن چه مشکلی بود. خب حالا این سواله، الان هم گفت شما یه 3 روز اومدی اونجا، دوباره برگشتی، بعد دوباره رفتی، مثل حالت اتوبان برات بوده اونجا، بعد به قول ایشون میگفت ما رفتی و اومدی دور زدی. نفهمم چیزا رو. خب شهادت‌های دروغی که دادن، آخ شهادت‌های دروغی که یه عده رفتن دادن بابت تک تکشون من شکایت میکنم. تا الان خیلی داریم به عنوان یک مریض نگاه میکنیم، به عنوان یک بیمار نگاه میکنیم که البته ژنتیکی هم از خانواده ایشون بهشون ارث رسیده، البته چند مدل مریضیه که از هر کدوم، ولی حالا ما تو جایگاه پزشکی نیستیم، ولی خیلی فاحشه این موضوع که ایشون مشکل روحی روانی و خیلی حاد دارن، چند مدل مریضی رو با هم دارن. ما به عنوان یک مریض میخوایم برخورد کنیم. یعنی این قاتلای. من یه سوال فنی دارم. شما الان این چیزا کات شده، بعد یادت افتاده طرف مریض بوده، بعد شما عموما اصولا یه سلبریتی به قول خودت میگی من آدم معروفم، اسم من تریلی نمیکشه، شما بدون تحقیق میری به آدما ریل میزنی، 4 تا سوال نمیپرسی، بعد الان یه دفعه رابطه تمام شده یاد افتاده که یه دیوونه روانی بوده. نمیخوام از تطلع دفاع بکنم و اصلا از اینو بناز دور از ذهنت، ولی اینا منطقه، اینا 2 تا 4 تاه. عجبا. سریالی که میبینیم تشبیه فهمیم طرف مثلا 2 قطبیه، چیز خیلی عادی براتون نباشه. حالا چون طرف خواننده است، از کجا میدونی آدم نکشته؟ همین آدم اسهال نگیرم شیر بارد بعد این ویدیو به من میگم مثل بقیه که تو باغچه‌های ویلاهای دیگه چالشون کردم همونجا چالت میکنم. این جمله رو از دهن بقیه هم شنیدم. میدونی الان شمشیر رو از رو بستم، یعنی اگه نمیدونید اینو بدونید، من شمشیر رو از رو بستم، دنبال هیچ هم نیستم بیشتر، یعنی بابت هر ویدیو دارم آبروی خودم میبرم. فکر میکنید خیلی خوشحالم و خیلی شیکه که من بیام بشینم بگم آی من سحر قریشیم، بازیگر یک کشور که یک کشور منو میشناسن، حالا بیام بگم به دست یه مارمولک بدون چه میدونم لایک پشته بدون لایک کتک خوردم و شکنجه شدم. بچه‌ها واقعا شرایط بده، واقعا شرایط بدی رو من گذروندم، نه من، تمام این دخترها. فکر نکنید که الان مثلا حتما باید مثلا من سحر قریشی از یه مرد گنده، مثلا یه آدم خیلی گنده دور، نه من از یه بچه 4 سالم شاید بترسم. میگن تهدید که اگر یه مرد 40 ساله شما رو تهدید کنه که میکشمت، یا یه بچه 4 ساله تهدید کنه که میکشمت، تو از 40 ساله نترس.
چون عقلش میرسه که چیکار کنه. تو بیشتر از اون 4 ساله بترس که از بیشوری شاید بکشتت. داستان ما هم همین بوده. بعد به ورود تحقیقاتی که حالا وکلا کردن از صحبت ها و داستانا که بوده، بعد به ورود پاسپورت همه رو بهانه‌ای ببینم زیر سن نیستی میگرفتن. پس یعنی شما یه پاسپورت شما هم میگرفتن بابا، ولی چه چیزی میای سن مادر منو داری پاسپورت؟ بله یه چیزی دست یارو داشتی که فرار نکنی. حالا داستان من فرق می‌کرد. میتونستم حالا هم بزرگتر بودم از اون بچه‌های دیگه، هم این که میتونستم برم شکایت کنم، میتونستم خیلی کار. آره بچه‌ها میتونستم شکایت کنم. آره آقای محترم، مخاطب اصلی من شمایین. آره دیگه همین دیگه. سوال جوابش هم مقدمه میگی. حالم بد بود، تنها بودم، موبایل نداشتم، به 4 تا آشنام زنگ می‌زدم. شما موبایل یه دونه گوشی زنگ زدم برام آوردن از تلفن که از همین دخترا دنبال داستان نکردین. میخوام بیادم نباشم. من تلفن کردم برام گوشی آوردن، شماره یه کسی رو نداشتم که اونجا بیاد برم تو خونش 2 روز آرامش بگیرم، بیان و حمایت کنم. رفیقا من نه زیاد ولی 2 تا رفیق خیلی گردن کلفت خیلی خوب و خیلی خفن آدم حسابی من توی ترکیه داشتم که میخوام بهشون زنگ بزنم. مسئله من همین بود. من شماره کسی رو نداشتم که بخوام پیگیرشم. حال روحیم افتضاح بود. 4 روز بود آب و غذا نخورده بودم. بچه‌ها از اون خونه اومدم بیرون، باورتون نمیشه آب از گلوم پایین نمیرفت. غذا نمیتونستم بخورم، انقدر بسته شده بود گلوی من. کسی که همچین بلایی رو سرش میارن اگر نره شکایت بکنه بعد از این اتفاق خودش مشکل روی روانی داره. سلطان ها محترم، این داستان سرایی که شما داری میکنی، من اگه کسی یه خش رو بندازه خشتکش رو پاپیون میکنم. حال روحیم خراب بود، یادم رفت برم شکایت بکنم. داستانه کارگردانه شخمی ایران رو زیاد خوندی یا تو فیلماشون بازی کردی؟ بله بقیه‌اش. و انقدر حال من روحیم بد بود، انقدر بدنم درد. بابا طرف آخه واقعا چی بگم، یه دعوای کوچولو خواهر برادر با هم دیگه میکنن، این 2 تا چیز پرت میکنن، 2 تا چیز پرت میکنن، 3 روز تو قیافه و حال بدی اون یه دعوای کوچولو. من 6 ماه به جرئت 6 ماه کتک خوردم. شما برو تلفن کن آقا نمیخوام دور شم از فضا برم دوباره تو داستان، همه داستانو شما میدونید. برو تماس بگی باهاشون، هر کی که اونجا بوده، دختر و پسر، اونایی که همیشه ثابت بودن، اونایی که با رفیقن. بگو آقا شما اصلا توضیح هم نده، تو یه خط، تو یه کلمه بله خیر، بگو شما حرفای خانم قریشی رو تایید میکنید. ببین چی میگن. اگر تکذیب کنن اونایی که من میدونم اونجا بودن، از همینجا میگم بچه‌ها من شکایت میکنم ازشون، چون اونا زمانی که بقیه هم بودن. یعنی هم حجم زیادی از شکایت میره سمتشون، بعد ولشون نمیکنم. همونایی که تو ایران هستن، همونایی که تو استانبول هستن، همونایی که حالا هر جایی هستن که حالا خودشون میدونن ما میدونیم. یعنی شما شکایت بکنید میدن دستت. یعنی اونو محترم شما همون روز که اومدی بیرون میرفتی پزشکی قانونی، پرونده تشکیل میدادی، میگفتی اینجوری بوده اونجوری بوده. بعد شما تو لایو تتلو اومدی صحبت کردی. عجبا. من پیدا میکنم لایوش رو ببینید. حتی بعضی آمدن دبی شکایت میکنیم ولشون نمیکنیم. بنابراین بیان پای حق وایسن. نه پول بهشون میدم مثل اون که بخواد شهادت دروغ بده، مثل این تتو آرتیستای جغری بچهای دختر بچهای کوچولویی که بی پول و بی جا مکان لنگ نمیدونم 1000 لیره و اینا رو بخوام بترسونم که برن تو پاسکا فقط گریه کنن. منم اصطلاحات پاسکا برن توی کلانتری فلان بشن گریه کنن، ولی نگن که آره ما دیدیم این کتک. صبر کنین الان براتون درستش میکنم. اجازه بدید الان براتون نشونتون میدم که داستان از چه قراره. محترم اینجوری میای واسه مردم رخ کار میای. خب نمیدونم تو دقیقه چندشو دیدید. صبر کنید. این ایکس خانم نمیدونم 1000 لیره و اینا را انداختی. آره من با آقای فلان کنی اوکی بود برای من میفرستین این پول بگیرم و فلان. ما دیدیم با حال نکرده، گفت کوچولویی که بی پول. ای بابا از دست رفتین. منم یه ویدیو لایوشو بهتون نشون بدم که ایشون رفته و قشنگ خیلی شیک و مجلسی. بفهم توی یوتیوب خود امیرم هست. بی جا مکان لنگ نمیدونم 1000 لیره و اینا رو بخوام بترسونم که برن تو پاسکا فقط گریه کنن. منم اصطلاحات پاسکا برن توی کلانتری فلان بشن گریه. آقا این لایو
تتلو با خانم الان درست سهر قریشیه. اینها کنید. بذار من ببینم جلو. اینها. یعنی این قیافه یه آدمیه که اونجا 6 ماه کتک خورده به نظر شما؟ دو تا 4 تا دیگه. اینا. یه کف مرتب هیچ هم نداره. این قیافه آدمی که 6 ماه کتک خورده به نظر شما؟ خب. عالی شدی. چه مشکلی داره؟ بعد اینجا نمیتونست بگه آی مردم من اینجا گوشی ندارم. بله. آقا بیا. یاره دیدی هم میگه بیا هم میگه نه بیا. خوب بوده خدا. اینا رعایت کن هم منتها تو سوال خوبم چیه من لایوشه دیگه. منم چشم به اونجا نمیبینه. این بود که مثلا الان که ما با هم دیگه خب این قیافه یه آدم کتک خورده است. یه مشترکمون باید یکم اگر بیای جلوتر خیلی خوب. من با اساسه مالی الان چی میخوام بچه‌ها بدونن؟ نه برای منم تعریف شده نیست برای تعریف بعدم برای تعریف. خب پس آره یه سری سوالای اینجوری داریم که الان حالا تو جشن 500,000 تایی شدنمون نمیخوام اذیت کنم بیبی رو، ولی اون موقع به این راحتی نمیذارم که بعدم برای تعریف کنم. نه اینجا ما همه چی آره بابا. آقا این داره میوفه یا تو کنه. خب برو از خیلی ممنون که خوشحال شدم. خدافظ. خیلی ممنون. به همین راحتی و شیکی اینجا در یکی از لحظاتی بوده که ایشون داشته گویا کتک میخوره و گفتن یه 2 دقیقه کتک نخور بیا اینجا تو لایو صحبتی با. خب بله گریه کنن ولی نگن که آره ما دیدیم این کتک خورده، ما دیدیم چه اتفاقی افتاده. فیلمنامه همون فیلمنامه است. یک فیلمنامه که آقا اول از همه جون میپاچه طرف با عزت و احترام و شماهایی که ننه باباتون بهتون دو تا تعریف ازتون نکردن. حالا من برام پر بود این داستان، شاید خیلی دیگه هم پر بوده براشون داستان. خانواده ساپورت کردن، خیلی مثلا عزت و احترام گذاشتن به بچه‌هاشون عزت نفسشون بالاست. میاد اول احترام میذاره، عزت میذاره، وای تو چه خوشگلی. حالا یارو اصلا مثلا تا مامانش بهش گفته خوشگل، وای تو چقدر حرکت، وای تو به جای سحر قریشی بعد بازیگر می‌شدی. حالا جدیدن با اسم من خیلی کارا کرده، هی بچهای مردم رو برده تو مقایسه و فلان و اینا. اونا مثلا فکر کردن الان وای مثلا ما ملکه‌ای ما نشستیم و فاز ملکه میده و فاز فلان میده و نمیدونم از این قبیل داستانا. و یه فیلمنامه رو دارم تعریف کنم. بعد از این اتفاق با فوش خار مادر شروع میشه ایراد گرفتن. یعنی اول ایراد میگه تو چرا اینجوری راه میری، حالا بدبخت جوری راه نمیره. اینا رو منم دیدم، ما فکر نکنید، هم شنیدم هم دیدم. نمیدونم چرا اینجوری راه میری، تو چرا دستت انقدیه، ببینم چشات خود انحراف داره. شروع میکنه اعتماد به نفس بچهای مردم و دخترها رو گرفتن. جرأت نداره این رفتار رو با دخترای خارجی بکنه، فقط با دخترای ایرانی این کارو میکنه. اگر دختر ایرانی اگر رفتی پیش تتلو، باز تو ویدیو قبلی گفتم الانم میگم، هر بلایی سرت آورد بعدش حق نداری ببین فردین بگی میخوام افشاگری بکنم، چون الان اینا رو باید ببینی درس عبرت بشه برات. بله ببین ما داستانی داریم به خدا با این آدم. بله خیلی خوب. اینو تو پرانتز بگم، اگر دختر ایرانی پا شده رفته اونجا اومدم میگه نه ما جز احترام چیزی ندیدیم، بابا باهات حال نکرده. تو اینقدر دیگه داغون‌تر از اونایی بودی که ما دیدیم، باهات حال نکرده، گفته بابا اینو بفرستید بره. خب باهاتون حال نکرده، گفته که آقا یه روز اونجا بودی، یه روزت بشه 2 روز، 2 روزت بشه 3 روز، از 4 من حالتو میپرسم. بیا اینجا استوری بذار بگو که من حالم خوبه. شما هر کدوم یه شغل داری، یه سمت داری، یکی باید توالت بشوره جمع کنه، نشوره فوش خار مادره با داستان. و بعد شماهایی که لنگ جای خوابید و عشق استوری تو ویلا دارید. آقا من این چیزا رو نداشتم، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. یارو دردش همین چیزا بود، همین حالش از همین چیزا بد بود. یه سری سوال کرده بودین، نمیخوام خیلی حاشیه برم، یه سری سوال کرده بودین چرا فرار نکردی؟ الان تو یادت افتاد چرا من فرار نکردم؟ بله دیگه زندان خب میخواستم فرار کنم، پاسپورت نداشتم، گوشی نداشتم، پول نداشتم، کارت. من حالا این احمق فکر می‌کرد مثلا حتما باید این قدیم اینقدر دلار بذارید. نه من کارت بانکیم که بتونم خارج از کشور بتونم از آبل پول از چیز ای تی امشون پول بگیرم و فلان بتونم هزینه کنم خرج کنم و نداشتم. توی اون کیفم تو اون وسایلام بود، هیچی نداشتم بخوام فرار کنم. عزیز من این اگه کسی بخواد فرار بکنه راهشو پیدا میکنه.
لامصب‌تر از زندان گوانتانامو فرار میکنه بی پول. بعد شما تو خونه تتلو این همه آدم میرن میان، به قول مدیر برنامه‌اش توش صحبت می‌کرد دیگه، میگفت شما چند بار رفتی اومدی، چند بار رفتی اومدی، خودت هم بعد بیاین قضیه رو تایید بکنید دیگه. می‌بینید وقتی میگم بیا پای مصاحبه، من اونجا دیگه یقت میکنم، میگم تو از خونه تتلو رفتی بیرون یا نرفتی؟ ولو خریدن یه پفک، برای خریدن یه لباس زیر، رفتی یا نرفتی؟ اینجا شما باید با یه بله خیر به من جواب بدی. رفتی بیرون، اونجا چرا فلنگو نبستی؟ شما رو با قول و زنجیر 6 ماه فقط بسته بوده تو ویلا. تو لایو، همین لایوی که من بهتون نشون دادم میخنده گل و بلبله، چرا تو همین لایو نیومدی صحبت بکنی؟ لایو بود، همه داشتن میدیدن. جرأت داشت بعد از این لایو دست به تو بزنه؟ یه کشور میریختن سرش اونجا. اگه یه آدمی در عذاب باشه اینقدر شنگول نمیاد جلوی دوربین بخنده. پول نداشت آقا، یه تاکسی میگرفتی میرفتی سفارت ایران، کنسولگری ایران تو ترکیه، ماشاءالله شما هم همه میشناسن. چیزی هم که زیاد اونجا حول میگفت آقا این بلا سر من اومده، ببین از شما حمایت میکردن یا نمیکردن، ببین از شما حمایت میکردن یا نمیکردن. ما کاری نداریم اون سیستم چه سیستمیه، ولی بری توی سفارتشون حداقل یه حمایتی میکنن، یه ساپورتی از شما میکنن. قابل توجه بقیه گیر افتادید، هر جایی گیر افتادید، اگه مشکل سیاسی نداشته باشید یا مشکل نداشته باشید، تاکسی بگیرید دیگه. گفتن نمیدونم سفارت ایران به زبان اون کشور، نمیدونم کنسولات ایران یا نمیدونم سفارت ایران، یا تو گوگل سرچ کردن که کاری نداره که راننده خودش اونجا تلفن داره بگه بده بزنم برای توی گوگل ترنسلیت ببینم داستان از چه قراره. بله. از طرف دیگه از آبرو میترسم. یعنی میگه وقتی به مرحله میرسم میگم گور پدر همه چی مدارک پاشم برم پدر اینو در بیارم فلان کنم فرار کنم این خونه. بچه‌ها من از نمیدونستم که من این تو یوتیوب داره چه گویی میخوره، که من خبر نداشتم که شماها میدونستین، من نمیدونستم. وقتی گوشینم بعد این 4 تا دختری که دورم بودن، یکیشون دیگه دم آخر دیگه رفیق شد با من، اونم بغل من کتک خورد. اون بچه دید من واقعا قلبم داره براش پاره میشه، اعتماد کرد 4 تا عکس از تمام بدن من انداخت که این جایی که انقدر کبود بود و گنده و بقیه تنم خط خطی بود و فلان. منم حالا اعتماد نداشتم نمیذاشم عکس بندازه، ولی خب دیگه خیلی بسته و کلوزاپ و اینا از بدنم و پاهام و اینا عکس انداخت نگه داشت که من این شماره به از قبل بهش داده بودم که زنگ بزنه مثلا بگی که حالم خوب نیست و فلان این حرفا. به یک از دوستام واسه اون فرستاده بود، یعنی بهش گفتم بفرست واسه اون، فردا اینم بهمون نمیده. همونجا میگفتی به همون دوستت پیام بده بگی که تو گیر کردی تو اون خونه. برای عکسا میتونست پیام بفرسته برای اینکه تو مثلا اتفاقی برات افتاده و اون رفیقت چه آدم بی غیرتی بود سلطان. میگفت عکس‌ها رو دیده نیومده اونجا شما رو از اون زندان گوانتانامو بیاره بیرون. ایناست بعد بیا تو لایو من قفلت کنم. این اگه بیای توی لایو 1000 تا باگ ازت میگیرم. الان میری ویدیو منو میبینی فکر میکنی می راجع بهش صحبت میکنی، الان فکر کردی ببینی مثلا چی بگی، چیا رو بذاری کنار هم دیگه جفتشو. بازم میگم این دفاع از اون آدم نیست تا اینکه اون آدم دختر رو کتک میزده 1000 تا قرص میداده بهشون این صحبت ها من خیلی دیگه هم شنیدم، اما اینا به هم نمیخونه. که حالا الان از طریق اون دوستم من دارم، یعنی اون موقع براش فرستاده بود. و این که راکورد داره، راکورد یعنی تداوم، همون اصطلاحی تداوم داشته این اتفاق بین دخترای دیگه و من. فیلم نامه همون فیلم نامه بوده، میرسه به روز دوم سوم فوش خار مادر ایراد گرفتن، میرسه به روز چهارم سمت دادن، تو بکش یکیش، تو بکش شماره 2، تو دختر عکسای نودو میبینی، تو تایید میکنی اوکی بود برای من میفرستین. یعنی چیز، یعنی یارو اصلا یه اصطلاحی هست میگن که چیزای واقعی نمایشی نیست بچه‌ها. یعنی اگر شما مثلا هر روز بری کوه، هر جمعه بری کوه، هر جمعه نمیای مردم میگی من کوهم ها بچه ها من اومدم کوه، آی مردم من کوهم. اگه هر روز مثلا چه میدونم یه کاری انجام بدی، هر روز بری سر کار، هر روز رئیس شرکتی باشی بری ریاست شرکت بکنی، هر روز بگی سلام من رئیس این شرکتم اومدم امروز ریاست کنم. نه، آدما از ضعفاشون میان حرف میزنن، از ضعفاشون میان شو میذارن. دختر 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 این اونه با اونه که استوری از پایین تنه دختر با اونه که اینجوری من بعد از خودش حرف زد. اینا یعنی که من یه آدم ناتوانم در این زمینه. یه وقت شما فکر نکنید که من ناتوانم، نفهمیدا
من خیلی هم خفنم، من خیلی هم به قول معروف بتونم و خیلی هم همه چی اوکیه. با مسخرش میکردن همونایی که واسش نود میگرفتن از این و اونو به فلان و دنبال دختر بودن که الو سلام اینستا تو دیدم خیلی خوشگلی نمیخوای سلطانو ببینی بابا جمع کن. یعنی چیزایی که من دیدم و بخوام بیام بگم بدآموزی داره آقا، از دهن همون ملعون بشنون، از دهن من نباید بشم، ولی مجبورم به خاطر رسانه‌ای پشت پرده این حرفا رو بزنم. بزن مردم که دوباره آگاه نیاد باشن. ویدیوی منو بذاره چرت و پرت بگه و بیاد ریاکشن های مسخره بده که من دروغ دارم میگم. رسانه حقیقت، ادعایی که این همه سال کردی از خود من آقا اومدی گفتی سحر قریشی در یک پنت‌هاوسی زندگی میکنه که محمد نامی اومد دیزاین کرده. اولا که من هیچ وقت تو عمرم پنت نداشتم، تو پنت‌هاوس زندگی کنم هیچ باز وقت. دمم گم پرچم تو بردم بالا. بعدشم حالا من بیام بگم تو رو خدا تو میای گردن میگیری؟ شما گردنگیر قطع 6 ماه پیش تطلو بودی پیش سلطانه به قول خودت بیادبی، تو بهش میگی ملعون، بعد به من که میرسه همه چیز چیک و گل و بلبل میشه و موادی آداب میشی. بفهم بقیه‌اش. محمد کیه؟ ما الان اینجا یه آقا محمدی داریم، محمدی بزرگ، شما پیشگو هم هستی، ولی ما قشنگ 5 سال بعد با یه آقای محمدی نامی آشنا شدیم. مثلا اینا همه چرت و پرته که شما داری میگی. اینایی که در مورد من گفتی اداهای محمدی چشمک داشته باش، برای خودت ویژه بودا. در بردم آخرین ویدیو در مورد من گفتی با فرید داری با این اون ایکس ایکس همینجور حرفایی که میزنی میخوای بیننده بگیری دیگه، جز این که چیزی نیست. بیا صاف اگه بگی بچه لاتم آی من اگه بودم زده بودم تتلو رو ترکونده بودم که دست رو ناموس من بلند میکنه، پس چرا اومدی رسانه بی‌ناموسی را انداختی؟ چرا میای در مورد من مثلا که توضیح دادم تو ویدیو دقایق قبلی. رسانه بی‌ناموسی اتفاقا من دارم میکارم میکنم ناموس ما، ناموس من، ناموس شما، ناموس بقیه نره زیر خواب تهیه کننده ها بشه. خب بقیه‌اش کسی کاری ندارم. خود شما بله طارمیو گفته بودم، بقیه رو گفته بودم، خب دیگه بود دیگه، هست و خواهد بود. بقیه رسانه بی‌ناموسی را انداختی. آره من با آقای فلانی رفیق بودم رفتم قطر، آره درست داره میگی تا اینجاش. یه اسمی گفتی که والا مثلا نمیدونم مثل عباس بوعزا، مثلا من اینجوری فقط شنیده بودم، تصویری از یارو من ندارم. آره این از سر صداشون فلان چرت و پرت ناموسی میکنه قضیه رو که دیده بشی. یه ذره توجه کنید، بالاخره توی مسیر خواهیم قراری، ما دور نیستیم اصلا. دنیا خیلی کوچیک‌تر از این حرفاست. به هر حال میرسیم به هم دیگه، مثل الان که رسیدیم به هم دیگه تو کلکل، حالا تو دعوا، ولی به هر حال هم من آدمم هم تو آدمی. تش اینه که اگه یه روزی ما توی غربت قرار بگیریم، اگه من بخورم زمین دست منو قطعا تو باید بگیری به جای یه آلمانی، فرانسوی، انگلیسی. ما میگیم در خدمتیم. برعکسش هم همینطوره، اگه تو بخوری زمین من دست تو میگیرم قطعا. این حالا هر چقدر ما با هم ماها ایرانی‌ها رو منظورم، من نه من و شما شخصیش نمی‌کنم، قطعا ما ایرانی‌ها گوشت همو بخوریم استخون همو دور نمیندازیم. شما نمیتونی تو رسانت بیای اینقدر حرفای مفت بزنی. حالا که الان با یارو به قول خودت میگی قهر کردم، حالا که الان شدیم 40 تا دختر، تو هم که همه جا فضول داری، در جریانی که من چه پرونده کلفتی دارم، در جریان 4 5 تا وکیلی که پیگیر این داستانن هستی، حالا اومدی بگی که پس سحر قریشی راست میگه یا داره اینجا رو دروغ میگه؟ نه داداش من دارم راست میگم. آدمای زرنگم یه سری آدمای دیگه هم هستن دوره برمون، ما بهشون نیازی نداریم، ولی سر سفره ما نشستن، نمک ما رو خوردن، منتظرن حزب بادن، منتظرن ببینن کی چی میگه، رو اسب برنده شرط ببندن. ولی ما دیگه اون موقعی که بهتون احتیاج داشتیم به ما نرسین، ما بعد شما رو به تخم مرغای توی یخچالمون هم حساب اصطلاح خودم شیطونا، اینم یاد گرفتی از من. نمی‌کنیم. اینم یه تیکه انداختم به یه دیگه، هم شما میدونید کیه هم من. خب در رابطه با میخوام صحبت بکنم که بچه آدما دو دستن، یه دست مردا دو دستن. یعنی شناخت مشکل روانی یا مریضی در مردا رو شما میتونید بعد به ورود اینو بفهمید. یعنی من تراپیایی که شدم یاد گرفتم، منم علامه نبودم، منم چیزا رو بلد نبودم. بچه‌ها مردایی که بنا به هر دلیلی میان میگم مثلا به خواهرش گیر میده که انقدر تجربه اینا داشتی، لباس گشادتر بپوش، آرایش نکن، به خودت نرس، لاک نزن، فلان نکن. دوره ما این بود. یعنی من قشنگ یادم عموام اجازه نمیدادن، عمه بزرگم از من 5 سال 6 سال بزرگتره که لاک بزنه. مثلا پیش دانشگاهی بود میرفتن اون موقع با اتوبوس میرفت، میخواست بره دانشگاه، پیش دانشگاهی بود کلاس درس داشت و اینا. قشنگ یادم بچه‌ها
توی اتوبوس مشخص لایک سیگاری میزد نیستم و چست موقعی بوده. رفت که مثلا مرتب باشه، ذوق اون بدبخت رو موقعی برگشت پاک میکرد دیدی که بابای داداشاش من مثلا اینجوری بهش گرفتن. گیر ندن که عموهای من بودن. خب یه آرایش را زمان ما این چیزا نبود، ما بچه پایین شهرم بودیم، یه مقدار دیرتر میرسید به محله ما همه چی آزاد شدن و اینا. میخوام بگم مردایی که محدود میکنن زنا رو، این زنا نه فقط زنشون، مادرشون، خواهرشون، زنانی که در اطرافشون اصلا محدود میکنن، این مردای ضعیفی هن. از همه لحاظ مردی که قدرتمنده زنانگی رو، امنیت رو برای زنش، حالا مادرش، خواهرش، همسرش، دوست دخترش، هرچی به وجود میاره. یعنی اگر شما وارد یک جمعی شدین که اون آقا مثل این جمعی که من دارم روشم صحبت میکنم لباسای همه رو در آورد، لباسای گشاد تنشون کرد، بله. هم خوشی کرد، دختر، جوان، قشنگ، کوچولو، همه سنشون پایین، همه مرتب، چون اصلا غیر از این ورود نمیکردن. بدونید اون مرد ضعیفه، اون مرد افسردگی داره، اون مرد میتونه هزار مدل مرض داشته باشه، این مرد قبل مرد رفتن قدرتمندی نیست. نفهمیدی. در اوج سلامت هم بخوای حساب بکنی که مثلا مریضی های اسکیزوفرنی و فلان و فلان مثل این ملعون نداشته باشه، قطعا آدم ضعیفیه، آدمیه که به خودش اعتماد نداره، خیلی مردونگی خودشو قبول نداره و الان اومده این ضعفشو میخواد منتقل کنه. پس من نبینم حالا که نمیتونم. نه عزیز من، مرد قدرتمند زنش رو آزاد میذاره، مدیریت میکنه. مرد قدرتمند امنیت رو به زنش هدیه میده. یعنی با هم میرن بیرون، یه لباس گشاده 5 ایکسلاش تریارو نمیکنه که بگه که هیچ جا دیده نشه، کسی نگات نکنه. چرا؟ چون میترسه میخواد دعوا کنه، بحث کنه، درگیر شه یا فرا، یا اصلا از فرا رفتن تو میترسه. آخه ایشون حقیقت فکر کنم مصاحبه قبلی شما رو دیده بود که میگفتی من میرم تو استادیوم پیش مرد و اینا منقلب با این صحبت ها تو قبلا کرده بوده، اینا اونها رو دیده بوده، نگران خودت بوده. کیبوردم خراب نشه. نگران خودت بوده، برای همین گشاد تنت میکرد و اینا. خودت صحبت کرده بودی از استادیوم این چیزا منقلب پقلب، بعد رفتی ریل زدی با مهدی طارمی. بله به قول خودت هم مهدی طارمی چیز کرده بوده، خواستگاری کرده. خب اعتماد نداره. این داستان رو گفتم اینو که چون همین شرایط شده با بازی کلمات و اون فیلمنامه‌ای که بهتون گفتم تبدیل شده استایل ما، با اون لحن زشت اداشم نمیتونم در بیارم، استایل ما اینجوریه، استایل ما اونجوریه. راستی من سیگار چیه میکشید؟ و روخه کار چوسی کار سیگار کشیدم، یعنی نه مزه داره، نه حال داره، نه اصلا هیچ آشغالاش. من نمیفهمم واقعا، با احترام به تمام سیگاریا، ولی واقعا فازتون رو نمیفهمم من. از این مال ایران هم هست اینا، این فارسی نوشته اینا، میتونم نشون بدم. مقابیه چیه؟ ترک سیگار موجب سلامتی میدونم افزایش طول عمر میشه. تنها مسئول تو دنیاست که ضد خودش رو خودش تبلیغ میکنه. من خواستم بگم حداقل تو این ویدیو بیننده داره یکم چیز بشونشون، به هر حال میدونم فروششون رو دارن و همیشه آشغال این چیز. بله بقیه اشاره کردم به این که اینا دارن میگفتش جمهوری اسلامی فلان فلان فلان. این موضوع رو براتون باز بکنم چون خیلی اومدین نوشتین، کامنت دادین و دایرکت دادین و فلان این حرفا که موضوع چی بوده. الان من توضیح میدم. این قصه فیلمنامه‌ای که براتون تعریف کردم تا یه جایش اومدیم که این آدم چجوری تحقیر کردن، بعد تبدیل میشه به توهین کردن، بعد اومدید سمت بهت میده، بعد تو اون سمت شروع میکنه کتک زدن، شروع میکنه دعوا کردن، در حد یه چک دو چک، تو فوش خار مادر، دو تا فلان، حق نداره قضا با برو گم شو تو اتاق بیرون، نه یا تا 2 تا دختر پیدا نکردی فلان نکن، تو ضعفاشه دیگه. میدونم هیچکی نمیاد، ایمان داره که هیچ اتفاقی نمیفته و هیچ کسی نمیاد و اونایی هم که میان اصلا تمایلی بهش ندارن، در حد اینکه پیجشون رو ببرن بالا 4 تا عکس بندازن یا بگن دیدیم، همین حد. هیچ چیز دیگه نیست، چون آدم مثلا آدم جذابی نیست. یعنی دهن که باز میشه هیچ چی نیست، یعنی پول تموم میشه، دهنش که باز میشه تمام میشه. یعنی اگر دور براتون جذابه نسبت به شعر و هم پشمام ریختی، این آدم اصلا جذاب نبوده. بعد شما 6 ماه با این آدم بودی؟ عجبا ناجذاب پسندی احتمالاً. خب بله. حالی که من داشتم
من دمش کم آدم پری و چه شعرایی و چه فلان دیدم، نه اصلا این خالیه، بقیه پرن، بقیه رو میاد بازی میده که یه دو بیت شعر و اینو به اون وصل کنه، اون آدمس به جای و اینو بنویسه و اون چیکار میکنه، میبینه هیچ کاری نمیکنه، 4 تا فوش میده، 4 تا درگیری ایجاد میکنه، حالا میشینه مینویسه. یعنی دیگران پرن، یعنی هوش این آدم فقط روی نوشتنه. به نظر من نویسنده خوبیه این آدم، میتونه نویسنده خیلی خوبی باشه و بازیگردان و کارگردان بسیار خوبیه. چون خود من سحر قریشی که الان رو بروتون نشستم، من جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن رو، بازی در سکوت رو در فیلم ملعون بزرگ گرفتم. من به جرئت میگم اگر جایزه شیر طلایی رو خدمتتون تقدیم میکنیم. حتی به جای شم تو که بذارید. بله این قصه ای که بر من گذشت، این سرگذشتی که گذشت رو من تبدیل به قصه بکنم و فیلمش کنم و بسازمش با دیتیل هایی که میدونم و شما نمیدونیم، با اتفاقاتی که اینن، سکانس هایی که من با چشم دیدم، با تمام مولکولای بدنم احساس کردم. بچه‌ها من اینا رو اگر بخوام تبدیل به فیلم کنم که قطعا این کارو خواهم کرد، میتونم بگم جایزه خودم بازیش کنم، جایزه بهترین بازیگر زن رو در نقش اول زن رو در بازی در سکوت میگیرم، چون من 6 ماه حرف نزدم. واقعا من این مسیج رو من قبلا به خودشم دادم که این واقعا توی فیلمی که تو به وجود آوردی، ساختی و نویسندگیشو کردی، کارگردانیشو کردی، بازیگردانیشو کردی، صدا برداریشو کردی از یوتیوب واسه مردم، 2 تا قصه موازی همزمان بردی جلو، نه فقط 2 تا در مورد قصه ای که با من داشت و برای شما تعریف میکرد، 2 تا قصه مختلف بماند با هر کدوم از افراد اون خونه یه داستانی داشت، هر کدوم بر حسب مسیری. این یعنی دیگه ته دیگه داستان یا دیگه آخرشه، قصه میرسه، فیلم میرسه به جایی که سمت بگیری، فوش میخوری داستان، بعد این سمت و فوش داستان کتک میخوری. چرا؟ چون تو چیزیه که نمیتونی کارتو خوب انجام بدی، یا جونوره، آدم وحشیه، حالا بر حسب جایی که بودی، کل استانبول توتن، فلانی تو تگی بدون که با کی بوده یارو، این داستان. بعد تبدیل میشه به این که حالا بازی اینجا عوض میشه، میگه چیکار کنیم که شاهدا رو کم کنیم یا یه سریا نبینن یا مثلا اتفاق نیفته. زن و مردونه میکنه داستانو، مرد نباید تو رو ببینه، بپوشون، چشه اونو میگیره، چشه اونو میگیره، دماغ اونو میگیره. این مسخره بازیات. چرا؟ به خاطر اینکه از نظر روحی روانی طرفو میبره تو فضای اینکه تو یه فرشته‌ای و بهترین زن جهانی، یا تو یک فرشته‌ای و نباید به تو دست زد، با تو نباید رابطه داشت، من باید با بقیه رابطه داشته باشم، من با تو نباید دست بخوری. این فاز معنوی چرت و پرت ذهنی مریضوارشو میکنه توی این دخترها، و این دخترها که میشنون فکر میکنن که وای ما چه پاک و مقدسیم، پس بنابراین باید راست میگه، خودمونم بگردیم دنبال یکی که بیاریم این با اون رابطه داشته باشه. ولی منو چون خیلی دوست داره، آقا این فیلم خرم سلطان بود چه سلطان سلیمان رو زیاد نگاه میکنه، هر چند وقت یه بار که تامبرانش از دست میده، مثلا اون قصه‌شو از دست میده، دوباره میزنه اون نگاه میکنه. من اونجا بودم واقعا یه 2 باری نگاه کردم، یعنی 2 بار که هم یه بار نگاه کردم، سریال طولانی بود. من 2 بار دیدم که اینا همچنان دارن سریال نگاه میکنن. این که میبینید پاوز میکنم، این منم، اینم شمایی، تو فلانی، تو بهمانی، اینجوری یارو حالش بده. ما دیده بودیم مثلا یه سری از عزیزان مثلا توی بیرون مثلا میامدن من میگفتن دختر جان حالا سنی ازشون گذشته بود، حالا شاید مثلا دچار یک کهولت چیزی شده بودن، افکاری و این داستانا. من میگفتش که گذاشتم ببینید اینا رو، حالا هر جاش که به من رفت داشت بهتون جواب میدم. گفتم که شوهرم مادر چی میگین کدوم شوهر؟ گفت آره آدم مثلا از شوهرم مثلا فلان با فلانی. من میفهمیدم که اونکی داره مثلا در مورد اون سریالی که خیلی توش غرق شده بوده و دوست داشته، مثلا من تو اون سریال یه شوهری داشتم که حالا اذیتش کردم و اینا، یا مثلا قهر کردم، طلاق خواستم یا فلان. این عزیز می اومدن، مادر عزیز می اومدن به من میگفتن که نکن، داشت نصیحتم میکرد که آشتی کن برگرد. میگفتم چشم مادر چشم. قصه همین جوریه، ولی قشنگ همینو من دیدم. طرف اینجوریه با خودش، میبینه سریال میبینه اصلا باور میکنه فکر کنه خودشه. خب بعد از این قضیه آقای پشت پرده اینا رو شما چک کن، تو تمام دخترها چک کن، تو تمام افرادی که رفتن اومدن از الان به بعدی که من گفتم نه اونا رو ولش کن، اونا اصلا خودشون
داستانشون فهم میکنه. اونایی که قبل بودن و بعد از اینکه قبل از اینکه من حرف بزنم بودن، بعد میرسه به اینجایی که سمت میده و سر سمت 2 تا چک و 3 تا چک ببینه که تو چی میگی. اگه تو بپیچی بری، اگه فرار کنی، اگه ریاکشن نشون بدی، اگه داستان بشه احساس خطر کنه که تو از اونایی هستی که شکایتی و فلان یا داستان یا اینا، یه بک‌گراند رو نگاه میکنه ببینی که خب چنده، مثلا تو یوتیوب در مورد چی نوشته. اگر که مثل این دخترای بیچاره سیس ازدواج و مثل من و فلان این داستاناش نگرت میداره، زندانی میشی. اگه نه ببینه که هنوز هیچی ازت ننوشته و میتونه که تو قصه نیست که بخواد یه حقوقت بکنه تو یوتیوب برای مردم یه قصه جدیدو میفرستادت بری و اونا هم به ما پیوستن. حالا در کل از اینا زیاده. داستان اینه چیه؟ داستان اینه که شما احتمالاً مفت اون آدم رو بردید یا تا اون آدم مفت شما رای. نه اگه یه آدمی یه چک بخوره بمونه حتما دوست داره بازم چک بخوره. خب اگه یه آدمی 2 تا فوش بخوره و بمونه حتما دوست داره فوش بخوره که میمونه. پس نتیجتا شما اگه 2 تا فوش اولو خوری، 2 تا چک اولو خوری و اینها رو داری به عنوان خاطرات تلخ تعریف میکنی، دوست داشتی فوش بخوری، دوست داشتی چک بخوری، دوست داشتی به احترامی بهت بشه، وگرنه تو همون 2 روز اول ول میکردی میرفتی. شما که ماشاءالله تجربیات یه تریلی تجربه است. اینکه نگرت میداشته یا میگفته برو، اینا به خودتون بستگی داشته، نه به اون آدم. همینو بهتون بگم که آقا وقتی که شما دوچار همچین شرایطی میشی بچه‌ها نمیتونید فرار کنی. وقتی من نمیدونستم که چه اتفاقی افتاده میخواستم بی‌ناموسی نکنه، همه چی از طرف جلوی چشم من برمی اومد. میخواستم با آرامش و با سکوت و آرامش و صبوری یه کاری کنم که با آرامشی که اومدم با هم آرامش برگردم، هیچ کدومتون نفهمید. من اصلا فکرشو نمی‌کردم یه روزی جلو دوربین بشینم در مورد این آدم صحبت کنم و روزایی که به من گذشت. این آدم میاد وقتی دروغ میگه، وقتی شروع میکنه یه سری دروغا رو گفتم 20 دقیقه داره چرت میگه، 40 دقیقه داره چرت میگه که بیاد تش بگه من کنسرت رو خودم کنسل کردم که ببینن مردم. آقا طرف شده دیگه پدر کنسرت های بی سر و ته، فقط پولای مردم رو میگیرن پس هم نمیدن. کسایی که برید آقای فلانی پولتون رو پس بگیرید، نه اون میده نه اینا با هم رفیقن. این میخواد فقط سر خودش باز کنه. من که گفتم برید به اون از اون بیشرف پولتون رو بگیرین. حالا برو پولتو بگیر. والا تا جایی که ما اونجا بودیم هیچ پولی پس داده نشد. بعد باز یه سری بیشور دوباره رفتن کنسرت بعدی، دوباره پول اونا بس داده نشد، دوباره یه سری بیشورتر از قبلیا. نکنید دیگه. بعد نیم ازم بخواید خانم قریشی تو رو خدا ما 3 بار پول کنسرت دادیم. خب تو گاوی، بیاین در مورد این کنسرت صحبت بکنی. خب عزیزم من تو مشکل خودته، باید دکتر برو به جای کنسرت رفتن. برو مشاوره کن، یه خود مخت باز چه بفهمی خودت و خودت چنده. آدم از یه سوراخی 30 بار نیش نمیخوره که. مثل اون گاو و گوسفندایی که برای نسبت گاو و گوسفند دوباره پا شدن رفتن. چرا؟ چون بهشون گفته بود تو ملکه‌ای، تو از سحر قشنگتری، نمیدونم تو فلانی، یه مش آدم افسرده یه ندید بعدی. آره همه شماها از من قشنگترین، همتون خفن‌ترین، همتون باحال‌ترین. دخترای ایرانی مثل گل میمونن. حالا شما نگاه به اینستاگرام نکنین، بیاین یه برین کردستان، برین اصلا همین تبریز خودمون برید تو شهر یه راه برید، اصلا دیگه جلو آینه نمیرید از زیبایی. چی میگین؟ کی اومده بگی آینه سخنگو کی از همه خوشگل‌تره بگم من. نه عزیز من، چیزی نیست. واقعا همچین چیزی نیست. من فقط یه شغل متفاوت دارم و داشتم، تموم شد. اونم دیگه نخواستم. اون وفایی که من میخواستم به من نداشت. الان حرف من با شما اینه، شمایی که میایین در مورد اتفاقی که واسه من افتاده اظهار نظر میکنی، آقای محترم، یارو اومده یه حرفی راستی اومدی گفتی که دیدید که سحر قریشی $50,000 رو قبول کرد. نه من چی رو قبول کردم؟ کجا پذیرفتم؟ تو اومدی منو دزد کردی، اومدی تو رسانه یه حقیقت منو دزد کردی. اومدم گفتم اصلا از ریشه این حرف دروغه. بعد باز دوباره مایی دو پهلو که خودتو خراب نکنی. آی دیدین که قبول کرد، کجا رو چی رو قبول کردم؟ یه دختر که من خرج سوپرمارکت و یخچالش هم ما میدادیم گفتن نداره این حرفا. آدمو عصبانی میکنید، مجبور میکنید سر حرفا رو بزنه. خرج اجاره خونه‌ش هم ما میدادیم، همه چیشو ما میدادیم. اومدش عکس ما رو پخش کرد.
حالا اون دوست دختر شجاع خلیزاده البته اول اسمش بود، من آدم دنقرس مثلا باز نمی‌کنم این قضیه رو. من خب معلومه نمیای گردن بگیری. کدوم دزدی میاد اگه دزدی بکنه میگه من دزدی کردم؟ تا فیلمش پخش نشه، دوربین مداربستش پخش نشه تو دادگاه، 1000 تا سند نداشته باشه نمیاد گردن بگیره که. بعد اومده تو ویدیوش گفت بود که نه این پول بلیط‌های من به بلیط‌های هواپیمای من به سفر قطر بود و یارو به قول چیز میگه به سفر قطر کرد و اینا، نمیدونم پول بلیط‌های من به دبی اینا بود، این پرداخت کرد اون 50000 تا رو که من برم و بیام. بابا دم شما هم گرم، شما که آدم بچه پولداری هستی میگه من به پول اینا نیاز دارم، پول بلیط اینا تو هم از پسره میگیری، دم شما گرم دیگه واقعا. خب بقیه‌اش معلومه نمیای بگی که حالا می 50000 دلار رو میگی، بعد انقدر با دیتیل من چرا عدد 50000 تا رو گفتم؟ مثلا چرا نگفتم 51000 تا؟ چرا نگفتم 55000 تا؟ چرا نگفتم مثلا 60000 تا؟ بعد مک پول بلیطای تو میشد 50000 تا، یعنی 49500 تا هم نمیشد، مک میشد 50000 تا که شما اومدی گفتی 50000 تا. خب بالا بقیش افتاده رو جنس و مواد و داستان و این حرفا نتونسته بلند شه. اومده عکس ما رو منو پخش کرده، اومده 50000 دلار روش نوشته. آقای محترم، اون آقایی که اومد 2 بار 3 بار مصاحبه کرد نیومد تکذیب کنه، 5 سال روی من این حرف موند. من 50000 دلار که هیچی، 1000 دلارم از این آدم تا حالا نگرفتم، نه این آدم از هیچ آدم دیگه ای. من نیازی ندارم از اینا بخوام پول بگیرم. چرا میای میبندیم دختر؟ چرا به دخترای ما میچسبه این حرفا؟ از ماست که بر ماست. البته عجبا میچسبه. نمیخوام دفاع کنم از یه سری از این پسرها و خیلی هم نمیخوام دفاع بکنم از دخترها، ولی این سفر یه دقیقه من کوچیک بکنم که داستانی براتون تعریف بکنم. یه دختری بود تو همین آلمان. بعد این چی اینجاست رخ همین آلمان. آقا من این استوریاشو چک میکردم، این هر هفته مسافرت بود. بعد میرفت دبی 3 ماه میموند. با من حالا رفاقت ریزی داشت و رفیقمون بود، دوست دخترمون نه، من لاینا نیستم و خیلی. گفتم که فلان کارت چیه؟ گفتش که من کارمند فلان شرکت. ما هم قبول کردیم که ایشون کارمند اون شرکته. توی آلمان شما مدیر عامل شرکت بنز یا بی ام و هم باشید، حقوقتون زیر 8000 یوروه. بنز و بی ام و رو میگم تو آلمانا. یه 4-5 هزار یورو هم شاید به پاداش بدن. اونم به خاطر یه سری موضوعات مالیاتی که میگم زیر 8000 تا. یعنی حقوقت مثلا روی 12000 تا 13000 تا میچرخ. بعد تولد همین دختره بود. من داشتم استوریاشو میدیدم. رفته بود روی یکی از این یاتا، حالا به قول آلمانی‌ها یاختا، یا یکی از این قایق‌های بزرگ، یه تولد پشمریزون 3 روز گرفته بود. یعنی هر روزشه که من حساب کردم مینیموم تو دبی 30-40 هزار یورو آب میخورد. یعنی تولد این آدم 100 هزار یورو براش پیا 3 شبانه روز. که بعد شب اولش زنگ زدم و اینا، گفتم چه خبر و اینا، آره همین داریم اشغال میکنیم و اینا. بعد گفتم که پولدار یا نمیدونم، آره یه پولی جمع کرده بودم اومدم دبی واسه خودم تولد بگیرم و اینا، حالا احوالم عوض بشه. نه من گاوم، نه بقیه گاون. داشتم میفهمیم که این پول چجوری اومده در اون دبی و اینا. این دسته آدما بیای باشون هم صحبت بکنی، خودشون یه دونه خانم بیزینسمن موفق، نمیخوام بگم همه اینطوریان و نه، خیلی هم هستن پول در میارن موفقن، ولی در 73% مواقع اگر دیدید یه خانومی در آینه های حموم یا دستشویی یک هتل استوری گذاشت، یا یه فیلم ورود به یک هتل لاکچری رو گذاشت، اون قطعا بدونید یه شوگرددی با رکابی سفید با پشم و پیل سفید اون پشت مجدا قایم شده که این خانم استوری محترمشو بگیره. 73%، نه همشون ها.
ما خانوما هم داریم که بسیار پولدارن و خفنن. من دور خودم 23-4 تا دونه اینجوری حداقل تو آلمان دارم، یعنی ثروتشون سطحی چمه رو میزنه. میتونم اسمم بیارم، نمیارم حالا شاید دوست نداشته باشه، بعدن شاید بذارم تو استوریا ببینید، بگم همون خانم موفقایی بود که من بهتون گفتم تو آلمان بیزنسمن موفقی هم هستن. تو آلمان نه، تو کل دنیا من میشناسم، رفیقای خوب منن. بعضیشون حالا کلینیک دارن، بعضیشون نمیدونم کار ساختمانی میکنن، بعضیشون شغلای مختلف دارن. ولی میخوام اینو بگم، اینو شما نمیتونی بست بدی به همه، ولی شما دیگه سابقت مشخصه دیگه. خانم قریشی دیگه قربونت برم. بقیه‌اشو ببینیم. دخترایی که فقط از این پول میگیرن دماغ عمل میکنن، از اون پول میگیرن میان سینه عمل میکنن، از اون یکی میان پیکر تراشی میکنن، تش میان میشن شاخ اینستاگرام. ما هم باید با اونا بسوزیم دیگه، ما که جور دیگه معروف شدیم. آفرین، خب اینم خوب تایید کردی خودت دیگه. ما هم که 5 صبح روز تاریک رفتیم سر کار با گشتگی و تشنگی و نمیدونم اعصاب خوردی و 1000 تا مریضی و سرماخوردگی و همه جور رفتیم 5 صبح لنزو کردن تو چشممون و گیریم و فلان و این حرفا، تشم فوچ خار مادر از رسانه شما به ما رسید. خیلی ممنون. ما چیزی جز حقیقت نگفتیم خانم محترم. حقیقتی که من گفتم همکارای خودت هم تاییدش کردن. پس شما میگه 5 صبح رفتیم، همون همکاری که به جای 5 صبح 3 صبح هم از خواب بلند شدن، خانم کتایون ریاحی بگیر تا هانی توسلی و نمیدونم، حالا بعد فکر کنم روی این خانوما خیلیاتون بودید دیگه، اون تومار امضا کرده دیگه، پگاه آهنگرانی و خودتون گفتید آقا تو سینما فساده. همونایی که به قول شما 5 صبح مثل شما بلند شده بودن لنزم تو چششون بوده. نفرمایید دیگه، کم لطفی نکنید عزیز من. روز تاریک رفتیم، روز تاریک برگشتیم. ماشاءالله پولش هم برکت نداشت. نکنید دیگه این حرفا رو نگم بزنید. رسانه حقیقتی بیا حقیقت رو بگو، بیا پشت این پرونده وایسه ببینم چندی. اگه راست میگی، اگه راست میگی ببنده. آقا ما وایسادیم، شما بفهم بیا تو لایو، هر ماه گفتیم ما با شما مصاحبه میکنم، بشینیم صحبت کنیم. دعوا نداریم ما هم که. مال منو که نخوردی. مال من منظورم اینه که مال من. بله. تو نشستی اونجا فقط از ما از خبرای ما. من به خاطر تو و امثال تو نیومدم این حرفو بزنم آقای محترم. من اومدم این موضوع رو گفتم چون این آدم بی‌ناموسه. چرا الان خفه شده؟ من یه کلمه اومدم گفتم که من تو شرایط انسانی خطا نزدم بچه‌ها. عین واقعیت اشاره‌ای نکردم که بخوام از اون بعد بگم یا بخوام داستان رو برای مردم تعریف بکنم. اومد 40 دقیقه حرف زد. چی شد؟ یه ویدیو 2 تا ویدیو گذاشتم زبونش رفت تو کابل 2 نفر. سیستم کولر نکنید دیگه. طرف کابل رو میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه بگه مثلا من ندیدم، نمیدانم، نشنیدم. بابا جمع کنید خودتونو. زشته. الان اون موقع که اومدی پوش کردی حرفای این آدمو که اون اومد گفت $50,000، این اومد به تو گفت $250,000. من سوالم اینه از طرفدارای این آدمی که میان زرت و زرت اسکرین شات میگیرن تاریخا رو دارن، یه سوال دارم. روزی که این آقا اومد گفت $250,000 منو فلانی برداشته برده، دوباره 2 روز بعد اومد گفت نه بر نداشته ببره فلان کرد چرت. به هر حال شما حرف مفت و چرت و دروغتون رو در 2 حالت اومدین پخش کردین. سوال من اینه چی شد این آدم 2 روز بعد از کارتون خوابی و گشنگی کفشاشو دست دوم کهنه‌شو گذاشت واسه فروش؟ یه ذره شعور داشته باشین. یارو تو ویلای مفت مردم آریه، ویلای نسیه نشسته، مال خودش نیست، پولش هم خودش نداده چون نداره. خودش و 4 دست لباساش هم که یکی دیگه داره بهش میده، پول نمیگیره. تتوهایی هم که میزنن پول نمیگیرن. هر از گاهی یارو میاد یه پولی از یوتیوبش در میاره میده به اونا. نمیدونم کنسرت گذاری اگه نیاد اسپانسر این آدم نشه، این آدم تو کوچه است. چی شد یهو 250,000 رویاهاشه دیگه. آقا حالا خانوادگی این مشکلا. از این ور من میگفت پولمو بده بعد برو. $250,000 بده. چطور $50,000 از تا گرفتی؟ چرا اون اومد اینو گفت من نگم؟
میدونست خودش که هم چیزی نیستا، خودش کاملا با واقعیت روبروه، یعنی کاملا میدونه که اینا چرت و پرته، کاملا میدونه اینو. بعد جالبتر پریزونتر خواهرش از کف ایران واسه من شماره کارت فرستاد. خواهری که اونجا بود ثانیه به ثانیه رو دید، 2 روز بود رفته بود ایران، شماره کارت فرستاد. یعنی من به شما میگم این مریضی ژنتیکیه، ریشه داره، باورتون نمیشه. امیدوارم دوا و درمان دکتر که شعورشو نمیرسه، امیدوارم که همون عشق الهی به خاندانتون رو به راه راست هدایت بکنه و امیدوارم همون عشق الهی، همون فرشته های مهربون بیان شب زیر بالشتون یه ذره یه انقدر سلامتی عقل و روح و روان و اینا بذارم براتون. آدم اگه اینجور وقتا دهنشو ببنده خیلی سنگین تره. وقتی که جای حق و داستان به حق خفشه خیلی سنگین تره. نمیگن بهش چرا لالی، ولی وقتی یه حرف مفت اراجیف میاد میزنه بهش شلیک میشه. حالا بشینید نگاه کنید. البته مهر تاییدی بود به تمام حرفای منو، فکر نکنین اصلا من برام مهم بود خیلی حرفا زدن. مهر تاییدی بود که بله، چون از تو کامنت ها از خجالت همه در اومدن، 4 تا آدم فهمیده. خب در رابطه با یه موضوع دیگه میخواستم صحبت کنم. اومدین از من پرسیدین که پس قضیه اون آهنگی که برات گفته و برات خونده چیه؟ بچه اون آهنگو برای من نخونده. اون آهنگو بعدن خود همون بچه‌ها گفتن به من که این آهنگو واسه سیاوش قمیشی نوشته بوده. آقای سیاوش قمیشی اصلا جواب اینو نداده. یعنی هر چی این رایزنی کرده ارتباط بگیره خودشو جر داده. خب که آقای آره سیاوش قمیشی و این اتیکشو من ارتباط گرفتم با سیاوش قمیشی و من صحبت کرده بودم با سیاوش قمیشی، یادم اولوشه 1 سال 1.5 سال پیش بود. حالا تاریخش دقیق یادم نمیاد. من خودم زنگ زدم به استاد سیاوش قمیشی و گفتم که آره تتلو خیلی دوست داره که باهات یه آهنگ بده بیرون و فیت بده. سیاوش قمیشی قبول نکرد و گفتش که به حال این آدم نه سبک موسیقیش به من میخوره و نه سبک کاریش به من میخوره و علاقه‌ای هم ندارم حالا بخوام با ایشون فیت بدم. و حالا چون اون مقداری حالا به نوعی سبکش حالا R&B رپ و پاپ میخونه با سبک خاص، حالا با یه ادبیات خاص. خیلی محترمانه تشکرم کرد از تتلو و گفتش که فیت نمیدم. حالا از سمت من این کانکشنه بوده، شاید از سمت کس دیگه ای هم بود برای فیت دادن استاد سیاوش قمیشی با تتلو که سیاوش قمیشی این موضوع رو کاملا رد کرد. گیر شده. آقای قمیشی اصلا اینو تحویل نگرفته. کاش خانم قریشی هم تحویل نمیگرفت، اینو آدم حسابش نمیکنه. مقصر خودتی. در کل این اصلا این شعر انتظار مال ایشون بوده، اصلا یه چیز دیگه بوده، کلمه دیگه بوده. خورشید منم چی توه، حالا این تبدیلش کرد به سحر، یه کلمه توش گذاشت. یعنی اینو بعدا بهم گفتم. و در رابطه آدمای بی‌ناموسی که اونجا بودن شما گفته بودینم که صحبت کردم که آقا زنگ بزن بهشون بگو که بیان صحبت بکنن. اگر بیان تکذیب بکنن حرفای منو، من شکایت میکنم ازشون، چون دروغ گفتن، چون واقعا اون چیزی که شما بهشون نسبت دادین هستن. بچه‌ها یه دقتی اگر داشته باشین در رابطه با اون خونه و آدمایی که رفتن و اومدن، اونایی که شکایت کردن و نکردن، مثل من نکردن شکایت و ما به جز خود این آدم 2 تا آدم دیگه میبینیم که هستن. این 2 تا آدم الان نیستن. خب و شکایت پروپیمونی ازشون کردیم، اصلا نگران نباشیم، به زودی اونا میان. خانم جین و خانم ماریا که از کارمندای ایشون بودن و اونجا کار میکردن و شاهد عینی حداقل در رابطه با من بودن، در رابطه با من، چون میترسیدن. بعد این میدید که میترسن، حالشون بده، میآوردشون بالا. گفتم بهتون من ساعت 3 تا 8 شب کتک خوردم براتون تعریف کردم. همون روز یکی از روزایی بود که آوردشون بالا. روزای دیگه هم بودا، چون بهشون میگفتش که دیگه بالا آب و غذا نبرید، مثلا ما اس یه آب بیار برامون نمی آوردن. خب یعنی سیل میکردن نمی آوردن. همه ایناش هست، موجوده، تمام مسیجا و فلان همه اینا هست. برای شما نمیذاریم، برای دادگاه اینا گذاشتیم. چیپ بازی دیگه بیشتر از این. همین الانش هم خیلی زشته واقعا واسه من و شأنم و جایگاهم که بخوام در مورد این مسائل صحبت بکنم. آره جین و ماریا چی شد که رفتن؟
جینو ماریا تکرار این فیلمنامه که این آدم میساخت تا به کچلی و فلان و فلان و فلان و فلان برسونه. بعد یعنی هر کی تو اون خونه کچل میشد ما میدونستیم داستانش چیه، میدونستیم چقدر گذرونده. یعنی ما که میگم من الان، یعنی بعد از من بعد از خودم میگفتم آخ 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 این بچه رو کچل کرد، آخ آخ این دختر الان این اینجوری شده. میدونستیم. نه من، خیلی دختر دیگه. بعد بچه‌ای که اونجا بودن از اونجا فرار کردن، حالا دوست دختر دوست پسرن، در رفتن ایران، اون یکی رفت اونجا، اون یکی رفت اونجا، اومدن دبی، یه سری سوسکی کسی نفهمه. حالا من با همشون در ارتباط نیستم ولی دوستای مشترک زیاد بین هم دیگه داریم و اینکه بعدشون هم نمیاد در ارتباط باشم. من اعصابش رو واقعیت نداشتم که الان دیگه مجبوریم داشته باشیم تا یه تایمی. آره جین و ماریا یهو غیب شدن. کارمندای من رفتن کشورشون، رفتن فلانشون، فرار کردن. به خاطر چی فرار کردن؟ این بهشون پول میداد شهادت دروغ بدن. این نمیشه که تو بیای شهادت دروغ بدی فلنگو ببندی که من پدرتو در میارم. این که بیاید یه چیز چرت و اراجیفی بنویسید بعد باید پول بگیرین، شاید با یه بچه کوچیک 25 ساله و 22 ساله و 23 ساله بتونید. با من نمیتونید. من تا الان دنبال شکایت و این داستانا نبودم. به علت بی‌ناموسی عذرخواهی نکردن این آدم، این آدم باید خودش بیاد بگه من گو خوردم، همه این حرفایی که دارید میزنید واقعیت داره، من ناراحتم از این کاری که کردم، من پشیمونم از این کاری که کردم، منو ببخشید، من میرم برای درمان. فقط در یک صورت این آدم میتونه از زیر بار مسائل قانونی قصر در بره، اونم به لطف من که اینو رو میگم. ما دنبال این که بخوایم کسی آزار بدیم، کسی رو خراب کنیم نیستیم. یارو خودش خرابه، ما داریم تعریف میکنیم. حالا میخوایم بگیم آقا این که تو خودت داغونه و خراب و این مدلی هستی، اینقدر آدم خطرناکی هستی واسه جامعه، شبیه تو هم زیاده، خیلی فراوون، فقط تو توش هنرمندی، تو توش 5 تا طرفدارم داری. میبینی که طرفدارا میان صحبت میکنن با من لال میشن، جوابی ندارم بدن. همون چند وقتشم صحبت کردیم دیدی که هیچ حرفی ندارم بزنن. نه اینطوری نیست، ما 19 ساعت سجده کردیم به خاطرش خوندماغ شدیم. یه مش نادونه بی عقل. نمیدونم دیگه واقعا باید در رابطه با این موضوع چی بگم که حالا شاهدای فراری که پاشون گیر نیفته، دو بیچاره خب کار بردن اومدن اجا کار کنن دیگه، اینقدر شکنجه و داستان دیدن فرار کردن رفتن. اینم هی دنبال یه آدم جدید میگردن، آدم جدیده که دیگه پیچیده دیگه تو استانبول نمیان. و اینکه نتیجه گیری که میخوام از این ویدیو بکنم اینه، بچه‌ها صبور باشین. کسی که میاد ادعای حقیقت میکنه که من خیلی میتونم و من خیلی خفنم و ما مخاطبین ما دنبال حقیقتن، تو خود دیگه آدمی هستی که اصلا قبولت کسی نداره، چون دروغ زیاد میگی یا دروغای مردم. آقا اگه من قبول ندارن چرا 51 دقیقه فک زدی سلطان؟ قبول ندارن و 51 دقیقه جوابی من دادی. اگه قبولم داشتی فکر کنم 200 تا ویدیو راجع به من میساختی. خب بیا بگو نه من دروغ نمیگم. من یارو میاد اینو میگه در مورد خود من که میلیون تا دروغ گفتی. من یه آدمم کلا 4 تا دوست پسر داشتم، کل ایران فهمیدن. بچه فابریک بازی هم هستن، تاریخای رابطه هم 7 سال 2 سال 2 سال و نیم 2 سال اینجوری حساب بکنی هم میفهمی آقا مثلا مشخصه کلا هم 4 تا دونه بودن. من اصلا خاطره ها ما از تاریخ خاطرام یادم میره، از روی دوست پسرام یادم میفته. میگم خب من 4 تا دونه هستی میتونم قشنگ بگم. نمیتونی تو بیای الان در مورد من حرفی بزنی. بقیه همکارای منم که میان میشینن دایرکت به من میدن، حال احوال میکنن، نمیدونم یه سریا میان چیز میکنن که دمت گرم و فلان و این حرفا. بچه خودتونم اگه دم من گرمه خب شما بیاین غمتون کم، بیاین شما بگید، شما بیاین اگه واقعا میدونم سخته تو ایران بخواید جواب پس بدی، واقعا میدونم سخته، ولی بیاین یه بار این کار رو انجام بدین. اگه حاشیه ازتون میشه یه لایوی بگیرید، یه ویدیویی آماده بکنید، بهم بگین آقا این حاشیه دروغه، من این کارو نکردم. از چی میترسی؟ اصلا دیگه بعد از اینکه این اتفاقات بعد از فکر کنم من دیگه بالاتر از این دیگه ترس چی؟ من اومدم گفتم دیگه از چی میترسی؟ آره من میخواستم برم پارتی کنم خوش بگذرونم، مگه بقیه نمیکنن؟
هر کی تو تربیت و ادب خودش رو توی جوری که بزرگ شده و تو سطح لول و جایگاه و همه چیز خودش میره مهمونی، میره پارتی میکنه، میره خوش میگذرونه، میره مسافرت، دوست پسر داره، دوست داره، رفیق داره، هم دانشکده داره، اصلا هر چی که اسمشو میخوایم بذارید. اینقدر دنبال پایین تنه مردم نباشین. رسانه هایی که ادعاشون میشه همش دنبال پایین تنن که چی؟ بعد شما همین خوراکو میدی به جوونا هم همشون پایین نگاه میکنن. بابا یه ذره سرتون رو بریم بالا. زشته. یکم سر رو بیارید بالا، جای اینا رو عوض کنید. مردم، بچهای جوانای مردم بردین سمت این چیزا و بعد بردین سمت گل و کثافت و اعتیاد و هر کی سیگار بکشه خیلی خفنه و هر کی علفه. نه عزیز من، هر کی الان ورزش کنه، هر کی که هیکلش خوب باشه، هر کی سلامت باشه، هر کی که سن بدنش به سن خودش نخوره و جوان‌تر باشه، اون با کلاسه. از من بشنوید. فلانی خیلی پارتی کنه، نه من به طرفدارای خودم دارم میگم، میخوام ویدیو رو تموم کنم. فلانی خیلی پارتی کنه، وای خیلی باحاله. این باحالی نیست که تو هر شب بری عرق بخوری، گم بزنی به کبد و معده و دستا گوارش رو به گوه بکشی، بعد مثلا زرد چه پوستت، چشات زرد چه فلان. که باحالی که چی؟ مثلا یه موزیک میذاری عرق میخوری، این یعنی چی مثلا؟ که چی؟ کجای این باحاله؟ باحال اونیه که اگه دارن درس میخونه، مدرسه میره، به فکر اینقدر درآمد از پیج اینستاگرامش باشه، بیاد یه کاری شروع کنه، بیزینس رو از الان یاد بگیره، پول در بیاره. این میشه بچه باحال. پول کلاس زبان خودتو در بیار، پول باشگاه خودتو در بیار. نه اینکه بیاد روش بزنه، ادا در بیاره، لباسشو تا کنه بیاره. چی شد مثلا؟ اون چیزی که الان تو داری همه آدما دارن. کلا آدما دو مدلن، یا نرن یا ماده. الان اون نشون میده، تو نشون میدی. خب بعدش چی؟ یکی موهاش کوتاست، یکی موهاش بنده. خب بعدش چی؟ یکی چاقه، یکی لاغر. خب چی شد؟ یه ذره از این مسخره بازی بیایم بیرون بچه‌ها. هم به طرفدارای خودم، هم به بچهای هم سن و سال، الان میتونم 10 سال خودم کوچیک‌تر و بچهای کوچیک. بابا جمع کنین خودتونو، نذارین این غذاتون سوء استفاده بشه. اگر جایی میری ببین چی بهت اضافه میشه. من واسه همین مهمونی نمیرفتم، میبینم کی اونجا دعوته، فلانی خیلی خنده داره، به تخم مرغ تو یخچال که یارو خنده داره. من اجازه نمیدم بغل من اونم خنده داره چیپه بی که دعوتش میکنن فقط بخندن بهش، بغل من خاطره بسازه، بره تو 4 تا مهمونی بگه من رفتم یه مهمونی سحر قریشی هم اونجا بود. برای خودتون ارزش قائل باشین، حواستون به خودتون حجت الاسلام و المسلمین سحر قریشی بود که اومد یه همچین ویدیویی رو ساخت، مثلا به خیال خودش خواست جواب بده. حد میگم زیاد سختش نمیکنم، خواستی بیا یه دونه لایو بذار، همونجا قفلت کنم، سوالاتتو بپرسم، هرچی هم خواستی ما بگو. اوکی من بعد بیادب فلان و اینا. شما که 6 ماه با یه آدم بیادب و بی‌تربیت به قول خودت ملعون تو رابطه و رل بودی. موفق باشید آقا. من دیگه بیشتر از این نمیگم، خیلی ویدیو طولانی شد. حتما برای من کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.